ساخته چی بود؟ سیملاخون. یه سیملاخون خیلی راحت سریع میخوام درست کنم. خیلی آسونه، خیلی سریعه، خیلی هم کارآمده. یه دونه تراش میخوایم که فقط تیغش رو میخوایم و یه دونه از این جیره‌های حالا چوبی هم باشه بهتره، چون میخوایم چند تا سوراخ روش بزنیم، چون اصلا چوبی هم هست این حالت. یه از این جیره ها میخوام و هیچی دیگه. اندازه سیمایی که داریم باید روش سوراخ بزنیم. ولی این 2 تا سوراخ از اول روی این جیره بود، ولی من یه سوراخ خیلی سایز ریزم میخوام بزنم اینجا که تقریبا اوکی بشم به سایز سیما. بریم یه سوراخ هم اینجا بزنم بیام. از سوراخ ریز که اینجا زدیم نوبت میرسه به این تیغه رو که باز کنیم و پیچش کنیم روی. ولی یه تستریز زدم، یه سوراخ ریزت اونجور که میخواستم روی اون سیمی که میخواستم جواب نداد. یعنی اینجور که دیدم فکر نکنم چیز باحالی میشه، ولی این 2 تا سایز دیگه حالا میتونیم خوب استفاده کنیم و به درد میخوره. حالا باید این تیغه رو بازش کنیم و وقتی هم بازش کردیم یه جای خوب برای پیچ کردنش روی چوب پیدا کنیم، بازش کنیم. خب دقیقا بعد اون طرفی که میذاریمش، حالا اینجا میله داره، بعد دقیقا حالا کلاه فکر کنم اومده باشه جلوی تصویر هست. بعد دقیقا کجا باشه؟ لبه اینجا باشه، یعنی نه عقب‌تر نه جلوتر. دقیقا لبهش با اون لبه اون طرفی چوب که میخوایم بذاریمش یکی باشه. و اینکه از اونجایی که الان داریم میبینیم اینجا پیچاش اوکی نیست، مجبورم بچسبونمش. ولی قبل چسبوندنش یه کار دیگه که قبل چسبوندنش میخوام رنگش کنم. همینجور هشکی میخوام یه رنگی بهش بزنم، اسپری مشکی میخوام بهش بزنم، همینجوری یکم از این حالت در بیاد و بازش کنیم. یه اسپری مشکی بهش بزنم باز. خب من درش هم آوردم. بریم که رنگش کنم و بزنم خوش بشه و بیام تیغه رو ببندم و یه تستریزی هم بزنم. این رنگش که خوش شده تقریبا خوش رنگ شده. حالا چون رنگم نزدیم فرقی نداره، ولی همینجوش یه رنگم بیزد. خب حالا بعد اینا رو جا بندازیم. برو داداش این بری نیست قطعا. عالی. خب الان این چی بود کاری میخواستم بکنم یادم نیست. اینو یه طرف خاصی میخواستم بزنم. صبر کنیم ببینم. اینجا میزنم. یعنی گفتم که این لب و لب با این خط اینجا باید باشه. با این خط چوب این طرفی باید اینجوری لب اینجا باشه و هر 3 تا این سوراخ هم پوشش بده تیغش. دقیقا میشه اینجا. برم اینو بچسبونم و بیام. تقریبا اوکی شد، یعنی یه 100% اوکی شد، یه کاری نداره. این شد کار من. بکن نه رو نیل یه تست بزنیم اول. یعنی اینجوری میذاری روی سوراخ گذاشتم اینطور. این از نیل سوراخ بده. این سوراخ ریزی که سر بزنیم واسه این سیما بردم دیگه. بعد این سیما جواب میده. اون سوراخ ریزی که سر زد. سیما آنتن رو بردم واسه. خب سیما آنتن اول بیام. خب الان از اینجا خنده بود. میاریم میندازیم اینجا. کف فشارم بدیم. فشار ندیم بهتره. اینجوری دور تا دورش میتونیم. چنگ و راحت. زنم سیمش هم میتونیم بچینیم. دور تا دورش میتونیم. سالی. ناران. دوباره یه کلوفتر از سیم آنتن یه فکر نکنم مثلا پیدا میشه در دست. حالا میرسیم به این سیم.
و اون سوراخ نوکی میذاریم کوچیک‌ترینش دورش حساب می‌کنیم باشه آزاد که شد چیش میشه یه سایز خیلی ریزم امتحان کنیم اول پوستش رو سوراخ خوشحاله براش می‌ذاریم روی این سوراخ این از پوسته رویش سیم میشم سعی کنم قطع کنم که متوجه کوتاه شدنش بشه یعنی سیم به این نازکی و سیم به اون کلوفی همه رو جواب باشن مگه اینکه حالا چی بشه سایزش باشه که بس سایز میانجین رو گرفتم دیگه به چند مدل سیم خوب ببینید اصلا جواب اینا سیم به این نازکی یه رشتهش هم قطع نشد ببینید یه قطع شد دو تا دونه رشتهش قطع شد اونم نمیشه حتما زیاد کامونه وگرنه چیز باحال شد اینم یه بار دیگه بگم خب امیدوارم لذت برده باشین خیلی سریع مثلا 5 دقیقه زمان میبره اگه نخواین رنگش هم کنید خیلی سریع سیم خونه درجه 1 ساختین امیدوارم لذت برده باشین و درست کنین و حتما هم کانال دنبال کنین که کلی از این ویدیوهای خفن داریم